به نام خدا. سلام. امروز هم در خدمتتون هستم با جلسه چهارم از مجموعه آموزشی نرم افزار زیمنس انیکس. توی این قسمت قصد دارم ادامه یه مبحث اسکچ رو براتون بگم و با دو مفهوم بسیار مهم اندازه گذاری و غیر گذاری آشناتون کنم. دو مفهومی که در طراحی دو بعدی بسیار زیاد به ما کمک میکنن تا جایی که طراحی بدون توجه به این دو مورد تقریبا غیر ممکن است. اولین مبحث اندازه گیری هست. اندازه‌گیری لازم‌ترین کاریه که پس از انجام طراحی حدودی به منظور نهایی کردن شکل باید انجام بدیم. برای آشنا شدن با مفهوم اندازه‌گذاری من ابتدا یک شکل رو رسم می‌کنم و با اندازه‌گذاری کردن قسمت‌های مختلف اون این مبحث رو به شما آموزش میدم. خب برای اندازه‌گذاری خط یا منحنی‌های مختلف لازمه که یک بار روی اون خط یا منحنی کلیک چپ انجام بدی. یک نمایش از طول اون به شما ارائه میده. یک بار دیگه که روی اون نمایش کلیک کنی قابلیت تغییر دادن پیدا میکنه. من میتونم الان عدد 275 رو به 300 تغییر بدم و با اینتر زدن اون رو تایید کنم. این پیغامی که به ما میده میگه که کل شکل رو میخواین نسبت به این عدد مقیاسش رو تغییر بدید چون دفعه اوله که ما داریم اندازه گذاری میکنیم، یا فقط این خط رو میخواین تغییر بدید. من یه نو رو بزنم فقط این خط تغییر اندازه پیدا میکنه، ولی اگه یس رو بزنم کل شکل نسبت به این تغییر اندازه مقیاسش تغییر میکنه. خب با یک بار کلیک ثبت میشه و اندازه گذاری برای ما انجام میشه. برای اندازه گذاری منحنی هم همینجوری عمل میکنیم. یک بار کلیک میکنیم نمایش از طولش به ما میده، از شعاعش به ما میده. یک بار دیگه کلیک میکنیم میتونیم تغییرش بدیم. خب برای اندازه گذاری یک راه دیگه هم وجود داره. من یک بار کلیک میکنم اندازه به من نشون داده میشه. یک بار دیگه کلیک میکنم با نگه داشتن کلیک چپ موس روی این فلش و حرکت دادن موس میتونیم این عدد رو تغییر بدیم. برای این منحنی هم به همین صورت هست. خب این از مفهوم اندازه گذاری. مفهوم بعدی که باید باهاش آشنا بشید مفهوم غیر گذاری هست. شما در نظر بگیرید یک شکل بسیار پیچیده رو میخواید طراحی کنید. بعد از اینکه چند تا اندازه گذاری رو انجام دادید عملا اینقدر صفحه گرافیکی شلوغ میشه که دیگه قابلیت اندازه گذاری جدید براتون از دست میره و یا حتی انتخاب خطوط غیر ممکن میشه. برای همین قیود به نرم افزار اضافه شدن تا اندازه گذاری کاهش پیدا کنه. پس نتیجه میگیریم قید گذاری یک نوع قابلیتی است که برای کاهش اندازه گذاری به نرم افزار اضافه شده. برای اینکه بهتر متوجه بشید من میتونم یک مثال براتون بزنم. فرض کنید میخوایم این خط رو بر این خط عمود کنیم. برای این کار میتونیم از اندازه گذاری استفاده کنیم و فاصله زاویه بین این دوتا را 90 درجه بدیم. خب من باید این اندازه رو پاک کنم. همونطور که میبینید این خط بر این خط عمود شد، ولی در صفحه گرافیکی ما یک نمایشی از اندازه گذاری نشون داده میشه. خب ما میخوایم این نمایش نباشه و با استفاده از قید این خط رو بر این خط عمود کنیم. میایم خط اول رو انتخاب میکنیم، خط دوم رو انتخاب میکنیم و قید عمود بودن رو میزنیم. میبینیم که این خط ها بر هم عمود شده ولی نمایش گرافیکی ما نداریم. یک مثال دیگه بخوام بزنم. ما میخوایم این خط رو با این خط موازی کنیم. با استفاده از اندازه گذاری باید فاصله زاویه بین این دو تا رو صفر بگیریم. وقتی این کارو میکنیم خب این خط بر این خط عمود شده ولی خب نمایش گرافیکیمون هنوز هست.
حالا به جای اون میخوایم از قید موازی بودن استفاده کنیم. خط اول رو انتخاب میکنم، خط دوم هم انتخاب میکنم و قید موازی بودن رو میزنم. خب این دو تا خط بر هم با هم موازی میشه. موردی که باید بهش اشاره کنم، شاید بشه بدون قید گذاری طراحی رو پیش برد، چون میتونیم اندازه گذاری رو انجام بدیم، ولی در طراحی باید حداقل یک اندازه گذاری برای دیفاین کردن ترسیممون داشته باشیم. خب تا اینجا با مفهوم قید گذاری و اندازه گذاری تا حدودی آشنا شدیم. اینجا لازمه که راجع به هر کدوم از این قیدها یک مثالی رو بزنم و توضیحاتش رو کنار صفحه قرار میدم تا بیشتر متوجه بشیم. یک شکلی رو من اینجا رسم میکنم، یک خط میکشم اینجا، یک خط هم اینجا میکشم. قید اول قید می کوینسیدنت هست برای برخورد دادن انتخاب های شما. من میخوام این خط رو از این نقطه به این گوشه برخورد بدم. نقطه رو انتخاب میکنم، این گوشه رو هم انتخاب میکنم و گزینه می کوینسیدنت رو میزنم. میبینید که این نقطه رو میچسبونه به این گوشه. خب من اگه خط رو انتخاب کنم، مثلا من این خط رو انتخاب کنم و این گوشه رو، چون که نمیدونه که از کجای این خط وصل کنه به این گوشه، پس اینها رو هم راستا میکنه. پس کار بعدی که این گزینه میکنه هم راستا کردن است. همونطور که میبینید این خط رو با این نقطه هم راستا کرد. مورد بعدی که باید بهتون بگم و خیلی مهم هست، ترتیب انتخاب ها هست. ترتیب انتخاب ها در این خیلی مهمه. من اگه این خط رو اول این نقطه رو اول انتخاب کنم و بعد این نقطه رو کوینسیدنت کنم، این خط رو میره میچسبونه به این نقطه. ولی اگه برعکسش رو انجام بدم و این نقطه رو انتخاب کنم و بعد این نقطه رو، اون شکل رو میاره میچسبونه به این نقطه. پس نقطه اول میشه نقطه‌ای که حرکت داده میشه، یا جسم اول، خط اول حرکت کننده است و انتخاب دوم مبنای ما در نظر گرفته میشه. یکی از مهمترین نکاتی که اینجا باید بهش اشاره کنم، حق انتخابیه که نیست، در اختیار ما میذاره. ما میخوایم اینجا یکی از این خط‌ها رو انتخاب کنیم. خب وقتی تعداد خط‌ها زیاد باشه و شکل پیچیده باشه، یکم انتخاب کردن سخته. من اینو بکشم توجه میشه. من میخوام مثلا یکی از این خطوط رو انتخاب کنم، احتمال داره که خطا کنم. راه حلی که نیست برای اون قرار داده اینه که ما در این نقطه قرار میگیریم، چند ثانیه صبر میکنیم، میبینیم که نشانگری موز تغییر میکنه و یه 3 نقطه‌ای زیر اون قرار میگیره. با کلیک چپ موز که پنجره اینجا باز میشه که حق انتخاب به ما میده و با حرکت روی هر کدوم از این گزینه‌ها می‌بینید که رنگ قرمز هر کدوم انتخاب میشه. میتونید کلیک کنید و اون رو انتخاب کنید. من میخوام این نقطه رو انتخاب کنم، میزنم. اینجا همینطور چند لحظه صبر میکنم، 3 نقطه میشه، انتخاب میکنم، یک خط و یک نقطه برای انتخاب دارم. من انتخاب میکنم و کوینسیدنت رو میزنم. خب قید بعدی قید میک کولینیر یا هم راستا کن هست. من وقتی یک خط رو بکشم و انتخاب کنم، خب با این خط هم راستاش کنم، هم راستا رو میزنم، در یک راستا قرار میگیره. قید بعدی میک هوریزونتال و میک ورتیکال. خط رو به صورت افقی و عمودی در میاره. من یک خط مورب میکشم، اون رو انتخاب میکنم و میک هوریزونتال رو میزنم، به صورت افقی در میاد. و یک بار دیگه انتخاب میکنم و ورتیکال رو میزنم، به صورت عمودی در میاد. قید بعدی قید میک تنجنت یا موازی. دایره رسم میکنم. من میخوام این خط رو بر این دایره مماس کنم. خط رو انتخاب میکنم و دایره رو مماس رو میزنم. با حرکت دادن این خط همیشه بر این دایره مماسه.
مورد بعدی یک پرالل یا موازی هست. وقتی یک خط مبرب اینجا بکشم میتونم با انتخاب کردنش و انتخاب حالا هر خطی و زدن موازی اون رو به صورت مساوی رو زدم، انتخاب موازی اون رو به صورت موازی با این خط در بیارم. مورد بعدی عمود بودن هست. من میخوام این دو خط رو بر هم عمود کنم، اولی و دومی رو انتخاب بکنم و عمود بودن رو میزنم. مورد بعدی مورد مساوی هست. خیلی پیش میاد که تو طراحی لازمه چند خط رو شما با هم همیشه مساوی قرار بدید. الان طول این خط رو من 700 در نظر میگیرم. خب طول این خط می‌بینیم 773. ما با انتخاب این خط و این خط میگیم همیشه اینها در حالت مساوی باشه. همونطور که می‌بینید طول این خط هم 700 شد. این خط رو هم میتونید با این خط مساوی کنید. با تغییر طول این خط اون دو خط هم تغییر طول پیدا می‌کنن. مورد بعدی میک سیمتریک یا متقارن هست. من اینا رو پاک میکنم. یک خط اینجا میکشم، یک خط اینجا. خب من میخوام این خط همیشه با این خط نسبت به این خط قرینه باشه. دو تا خط رو انتخاب میکنم. انتخاب اول دوم، انتخاب سوم خط قرینه. همونطور که میبینید با هم قرینه شد. تکون دادن اونم نسبت به خطی که انتخاب کردیم متقارن حرکت میکنم. دستور بعدی هم make midpoint aligned هست که یک خط رو در راستای مرکز یک خط دیگه قرار میده. من یه دونه خط اینجا میکشم. وقتی این نقطه و این خط رو انتخاب کنم و این قید رو اجرا کنم، این نقطه همیشه، خط همیشه در راستای مرکز اون خط. موردی که اینجا باید باهاش آشنا بشید و بسیار هم مهم هست اینه که اندازه‌گذاری ها و قیدگذاری ها هر کدوم به دو نوع مختلف هستن. ما هم اندازه‌گذاری ضعیف داریم، هم اندازه‌گذاری قوی و هم قیدگذاری ضعیف و هم قیدگذاری قوی. قیدهایی که اینجا باهاش آشنا شدیم اینا قیدهای ضعیف بودن و اندازه‌گذاری هایی که روی شکل انجام میدادیم اینا اندازه‌گذاری های قوی بودن. برای ضعیف یا قوی کردن قیدها باید از گزینه‌های Relax Relation و Create Persistent Relation استفاده کنیم. برای ضعیف کردن از گزینه Relax Relation استفاده می‌کنیم و برای قوی ایجاد قید قوی از Create Persistent Relation. همونطور که گفتم اندازه‌گذاری معمولی که انجام بدیم اندازه‌گذاری قوی هست و برای ضعیف کردنش از Relax Dimension استفاده می‌کنیم. خب چند تا مورد اینجا پیش میاد که من اول براتون میخونم و در تصویر هم قرار میدم، بعدا مثال حل میکنم که بهتر متوجه بشید. اگه هم قید ضعیف و هم اندازه گذاری ضعیف باشه روی یک شکل، نتیجه نامشخصه. اگه قید ضعیف باشه و اندازه گذاری قوی باشه، اندازه گذاری برنده است. اگه قید قوی باشه و اندازه گذاری ضعیف باشه، قید برنده است. اگه هم قید و هم اندازه گذاری قوی باشه، نرم افزار به ما ارور میده. خب من راجع به اینا مثال حل میکنم که بهتر متوجه بشید. قبل از اون بهتون بگم که اصلا این اندازه‌گذاری های ضعیف و قوی و قیدهای ضعیف و قوی برای چی ایجاد شدن. گاهی موقع پیش میاد که شما برای رسم یک شکل اندازه‌گذاری براتون مهمتر از قیدگذاریه و چرا اندازه‌گذاری رو قوی قرار داده و قیدهای عادی رو ضعیف.
به خاطر اینکه شما قیدها رو استفاده میکنید که اندازه‌گذاری ها کمتر بشن و شکلتون رو سریعتر رسم کنید. ولی اندازه‌گذاری شرط مهمتری نسبت به قیدگذاری هست. پس شما از قید ضعیف استفاده میکنید، ولی هر جایی که اندازه‌گذاری اولویت باشه پس نرم افزار قید رو نادیده میگیره. مگه اینکه شما قید گذاری براتون مهمتر باشه، مثلا یه جایی باشه که عمود بودن دو خط بر هم دیگه اولویت شما باشه نسبت به اندازه گذاری، پس شما Create Persistent Relation رو فعال میکنید و از اینجا به بعد قید گذاری رو قید قوی انجام میدید و هر جا که اندازه گذاری باعث بشه که قید به هم بخوره اون اندازه گذاری رو انجام نمیده و قید ارجحیت داره. ولی اگه شما اندازه گذاری براتون ارجحیت داشته باشه و ریلکس کردن قید رو فعال کرده باشید، اگه مغایرتی با هم داشته باشه قید رو نادیده میگیره و غیر فعال میکنه و اندازه گذاری رو انجام میده. خب برای مثال اول من این شکلی کشیدم، دو تا دستور غیر فعالن، پس اندازه گذاری قویه و قید گذاری ضعیف. این قسمت رو اندازه گذاری میکنم 150 درجه، پس این اندازه گذاری قوی حساب میشه. حالا میخوام با استفاده از قید عمود بودن این خط رو بر این خط عمود کنم. خط رو حالا انتخاب میکنم، قید رو که میزنم به من ارور میده، میگه که چون قید ضعیف هست و اندازه گذاری برای من اولویته، پس من نمیتونم این کار رو انجام بدم. همونطور که گفتیم اگه اندازه گذاری قوی باشه و قید ضعیف باشه اندازه گذاری برنده است. خب ما میگیم که اندازه گذاری ما ضعیف میکنیم، ریلکس رو میزنیم و میگیم حالا این کار رو انجام بده. خب این کار رو انجام میده، پس نتیجه میگیریم اگه هم قید ضعیف باشه و هم اندازه گذاری ضعیف باشه نتیجه نامشخصه، حالا میتونه انجام بده میتونه انجام نده و ارور بده. خب برای فعال کردن قیدگذاری قوی گفتم که از این قسمت Create Persistent Relation رو میزنیم، گزینه اینجا میاد، وقتی انتخابش میکنیم روشن میشه. خب ما میایم یک قید عمود بودن قوی ایجاد میکنیم. این قید برای ما ایجاد شد. خب اندازه گذاریمون ضعیفه، ما حالا میخوایم بگیم که این زاویه رو همون 150 درجه کن. اصلا همون اول این قسمت ارور میده که من نمیتونم این اندازه گذاری اصلا تغییر بدم، میزنم دوباره به من ارور میده. پس نتیجه میگیریم وقتی که قید قوی باشه و اندازه گذاری ضعیف باشه قید برنده است. مورد آخرم وقتی که هم اندازه گذاری قوی باشه و هم قید گذاری قوی باشه نرم افزار بازم به ما ارور میده. ما این اندازه گذاری قوی میکنیم و دوباره میخوایم اندازه گذاری کنیم، دوباره همون اول به ما ارور میده که من نمیتونم این کار رو انجام بدم چون قید قویه و اینو نمیتونم تغییر بدم، یا برعکسش ما حالا قید قوی رو پاک میکنیم، اندازه گذاری قوی انجام میدیم و حالا با استفاده از قید قوی میخوایم تعمید رو بهش اعمال کنیم، دوباره به ما ارور میده که من اینجا اندازه گذاری قوی دارم و قید قوی رو نمیتونم اعمال کنم. خب از کجا ما میتونیم قیدهای قویمون رو ببینیم؟ این گزینه گفتم توی NX 2406 درخت طراحی دو بعدی برای ما قرار داده. این قسمت میتونیم ریلیشن ها یا قیودمون رو ببینیم. وقتی که من قید مثلا 90 درجه رو اعمال میکنم قیدهای پرسیستنت اینجا نشون داده میشن، به من میگه که قید عمود بودن رو اعمال کردی. میتونیم حتی ببینیم بین کدوم خطه، بین این خط و این خط قید عمود بودن رو قرار داده. قیدهای ضعیف رو هم وقتی که اعمال کنید از این قسمت میتونید ببینید.
همچنین دایمنشن یا اندازه گذاری ها رو از قسمت دایمنشن میتونیم ببینیم. الان به ما نشون میده که این خط طول 1500 داره، یا این خط مثلا ما طولش رو میدیم 500. میبینید که یک خط ورتیکال به ما میگه که دارید، یک خط عمودی دارید که میتونیم خاموشی رو روشنش کنیم و طولش رو از اینجا ببینیم. مورد بعدی که باید بهش اشاره کنیم غیر فعال کردن موقتیه یک قید هست. من یک شکلی رو رسم میکنم. بین این دو خط قید موازی بودن رو اعمال میکنم. خب برای غیر فعال کردن موقتی یک قید باید روی اون قید یک کلیک چپ بکنید تا اون قید به رنگ صورتی در بیاد. بعد از اون میتونید که حرکت بدید خط رو و از حالت موازی بودن اون رو خارج کنید. این یکی خط رو هم همین کارو میکنید تا که میبینید از مقید بودن خارج میشه و حرکت. مورد آخری هم که بهش اشاره میکنیم شیک اند بریک هست. خب من میخوام این خط رو از این قسمت جدا کنم. پس من این نقطه رو میگیرم، اسمش شیک اند بریک هست، یعنی باید موس رو تکون بدی تا این خط از این نقطه جدا بشه. با چند تا تکون این خط از اون نقطه جدا میشه. مثلا میخوام این خط رو از این دو نقطه جدا کنم، از این دو خط جدا کنم. خط رو میگیرم، حرکت میدم، جدا میشه. به این حرکت شیک اند بریک. خب این قسمت به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید واقع بشه. سعی کنید این جلسه رو حتما کار کنید، تمرین کنید که هم قیدها و هم اندازه گذاری ها به طور کامل براتون جا بیفته. خیلی مهم هست که تفاوت بین قیدهای ضعیف و قوی و اندازه گذاری ضعیف و قوی رو متوجه بشید و سعی کنید که در رسم شکلاتون بیشتر از قید استفاده کنید تا اندازه گذاری ها کمتر بشن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر بدرود.